سلام دوستان، امروز اومدیم آرگاراژ پیش سیاوش جان و قراره برامون در مورد این سیستم زیربندی که دارن که جزء بهترین سیستم زیربندی تو دنیاست واسمون توضیح بدن. در رابطه با باهاتراک ها یا حالا به اشتباه تو ایران باجا ولی درستش باها. در رابطه با باهاتراک ها شاید دیده باشید میشه ماشینایی که توی بیشتر تو منطقه امریکا هست و باهاش جامپای خیلی بلند میزنن، یه سریشون تک دفن، یه سریشون دو دفن و کلا طراحی شدن واسه جامپای بلند با سرعت زیاد. این کیت میتونم بگم جزو بهترین کیتاییه که واسه باهاتراک ها طراحی شده و توی باهاتراک‌ها این نکته هم اضافه کنم، یه سری از باهاتراک‌ها بیس اصلیشون یه ماشین استاندارده. مثلا توی تویوتا از تاندرا استفاده می‌کنن، از تاکوما استفاده می‌کنن، از اف جی کروزر استفاده می‌کنن که این کیت برای تاندرا بوده. و توی ایران زیربندی تاندرا با الکس 570 و لندکروز 200 تقریبا یکیه. این کیت برای این ماشین طراحی شده و اتفاقی که میفته اینه که توی قسمت جلو اولا با توجه به سفارشی که شما می‌ذارید آپشناش مختلفه. این کیت 3 اینچه، 3 اینچ توی پهنای کیت منظورمونه، هر لاستیک هر چرخ توی قسمت جلو به میزان 3 اینچ پهن‌تر میشه که به خاطر همین علت اومدن پولوس هم واسه پولوس افتر مارکت در نظر گرفتن، حتی واسه لاین روغن هم شرنگای جداگانه واسش طراحی کردن و توی کیت هست و بامپ استاپا. این طبقه پایینشه که همونطور که می‌بینید دوال شاک میشه که روی یه قسمت این کویلوور نصب میشه و توی قسمت دومش که اصطلاحاً بهش دوال شاک میگن این کیت میشه که تریپل بایپاس میشه. این کیت از طریق 2 تا تیوب کامپرسش تنظیم میشه و یه دونه تیوب داره که برای ریباندشه. توی قسمت عقب کلاً نیاز به ساخت و ساز داره بر اساس حالا استیجش، بر اساس طراحی اون ماشین میان قسمت عقب رو طراحی میکنم واسش که این میشه کویلوور عقبش که 16 اینچ تراولشه و قطرش 4 اینچه و اینم دوال شاک عقبش میشه که خب من خودم اینو هر وقت میبینم واقعا باورم نمیشه. ببینید این کمک فنر، این که میگیم خاصه به این علته، این کمک فنر 3 تا زوم واسه کامپرسش داره که این 3 تا و 2 تا برای ریباندش داره که در نتیجه دست شما رو باز میکنه که بر اساس شرایط مختلف بتونید اینو ست کنید. بر اساس حالا اگر واسه پیست بخواد باشه بر اساس اون پیست و شرایطی که داره ماشین توش قرار میگیره بتونیم ستش کنیم. اینم طبق بالاش یا آپر آرمش میشه که این یونیبالایی که اینجا هست و تو قسمت طبق پایینم یونیباله. این یونیبالا چون محدود کننده نداره باعث میشه که تراولش فوق‌العاده زیاد بشه. به فرض توی ماشینی مثل تاندرا با استفاده از این کیت محور عقب و قابلیت اینو داره که حتی تا 1 متر تراول رو افزایش بدید، یعنی توی بازترین حالت و بسته ترین حالت چرخ 1 متر چرخ میتونه بازی کنه. مرسی. بسیار عالی. فقط یه توضیح هم در مورد اون سیستم کلادش هم بهمون میدی؟ خب این برند مکلوده، یه برند امریکایی شناخته شده است. انجینی که حالا این واسه یه ماشینی ما داریم واسه ستاپ یه ماشین خاصه، بیسش تاندرا، انجین تریوار خود تاندرا روشه، مونتا ما نتونستیم گیربکس دستی مناسبی توی ژاپنیا واسش پیدا کنیم. ترجیحمون بود که از گیربکس های فابریک استفاده کنیم، رفتیم سمت یه گیربکس امریکایی. در نتیجه این دیسک و صفو مجموعه کلاژ واسش در نظر گرفتیم که تا 1000 اسب و یه چیز هولوش 1500 نیوتن متر تورک رو میتونه تحمل کنه. همه چی آماده است، منتظریم که پروژه رو استارت بزنیم ببینیم چی میشه. خیلی عمومی. واسه خودم هم خیلی جذابه. واسه ما هم جذابه. ما منتظریم. این کیت وقتی ما سفارش گذاشتیم یه چیز 4 ماه طول کشید تولیدش کنن، چون خب با این سایز و ابعاد مخصوصا توی کویلوور عقب و کمک فنر عقبش آماده نبود. وقتی رسید دبی می‌خواستیم تحویل بگیریم، اون بنده خدایی که حالا نماینده فاکس بود و کارهای ما رو داشت انجام میداد گفت سیاوش میشه 2 روز بمونه ما از این عکس بگیریم فیلم بگیریم. من فکر کردم فقط واسه ما جذابه، ولی دیدم نه اونجا هم واسهشون جذابه، واقعا جذابه. آره مرسی از توضیحات لطف کردید. مرسی. یه توضیح دیگه هم بدم. جان این
توی استیج های پایین تر از این استیج روی توی ماشینایی که توی ایران هست مثل انواع هایلوکسا، ویگو، رو، اف جی کروزر و انواع پرادو میشه این کیت رو توی استیج های حالا پایین ترش، یعنی هم دوال شاک میشه هم لاین تراول میشه، ولی قسمت عقب دیگه به این صورت نیست، یعنی بدون هیچ گونه مودیفای میتونید روی ماشینای فابریک، ماشین استاندارد یک کیتی شبیه این کیت ولی تو استیج پایین‌ترش استفاده کنید. این دیگه فقط کاربرد برای مسابقات و اینجور چیزا داره دیگه. آره خب بیشتر الان خب بچه‌ای که مثلا حالا توی بیابون توی کویر مخصوصا یا کسایی که دارن مسابقه میدن، خب به تبع ضرباتی که وارد میشه توی ماشین و ساسپنشن کیت خیلی شدیده دیگه، که از طریق اینا این کیتا میشه این ضربات رو کنترل کرد. یه نمونه‌ای واسه هایلوکس داریم اینجا که حالا لاین تراول نیست ولی دوال شاکه. درسته. در واقع خود کویلوور رو داره و شاک دومش هم داره، ولی چون طبقه رو نداره دیگه لاین تراول نمیشه و مثلا مثل دیگه پولوس رو نداره. استیج پایین این کیت میشه. بسیار عالی. مرسی. این کویلووریه که روی اف جی کروزر، فورچونه، پرادو 120، 150 و هایلوکس ها میشه استفاده کرد. اگه بخوایم با این مقایسه کنیم، این کویلووری که توی این کیت داریم 3 اینچه، این 2.5 این هم میشه دوال شاکش که مثل این کیت توی قسمت جلو قرار میگیره. منتها قسمت عقب یه کمک فنر شبیه این میشه دیگه بدون تغییراتی که توی کیت‌های باها داریم.